به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما. خواستم که درباره اثر پروانه‌ای یا فلای باتر افکت صحبت کنم. ببینید عزیزان، اثر پروانه‌ای در واقع استعاره‌ای هست از نظریه‌ای به نام نظریه آشوب که یه مثالی از در واقع نظریه آشوب است. حالا چی میگه این اثر پروانه‌ای؟ میگه مثلا آیا یک بال زدن یک پروانه در برزیل میتواند باعث طوفان در تگزاس بشود؟ خب بله میتواند. خب مگه بال پروانه چقدر فشار ایجاد میکند برای هوای اطراف و 2-3 اینچ اطراف خودش؟ خیلی کم. اما همین تغییر با ایجاد شرایطی مثل در واقع دما، نمیدونم وضعیت فشار هوا و رطوبت و اینها میتونه تقویت بشه و اثر خودش رو یه جای دیگه و به یه صورت دیگه در واقع ایجاد کنه. من این رو توی کلاس‌های دانشگاهی به این صورت بیان میکنم که یادم از هلوش 10-15 سال پیش توی نمیدونم کلاس هوا و اقلیم بود. آره، یکی از دانشجوام اهل روستا بود، یکی از روستاهای استان فاس. دیدم یه 2 هفته ای است که پیداش نیست. وقتی که برگشت گفتم که کجا بودی؟ دیدم حال نزاری داره، نمیدونم صورتش جوش داره، لک و پیس داره، چشماش زرد شده. بعد گفت که بعداً میگم استاد خدمتون. خب آخر جلسه که شد اومد گفت که اگه بگم نمیخندید؟ گفتم نه بگو. گفت که واقعیت این هست که در واقع این مدتی که رفتم تو روستامون به خاطر این که در واقع من این رو برای شما از در واقع ابتدا شروع میکنم میگم، یعنی به این نتیجه رسیدیم. از ابتدا چجوری بود؟ مثل این که سر کوچه این دانشجوی عزیز یک مغازه تعویض روغنی بوده و یک ساندویچی بوده. یه مثلا ظرف روغن ماشین یا موتورسیکلت کنار اون تعویض روغنی بوده و ظاهرا این تعویض روغنی یه ساندویچ میخره، گاز میزنه میخوره و یه تکه از ساندویچ رو که نمیخواسته به جای این که توی سطل زباله بندازه میندازه توی اون در واقع حلب روغنی که جلو مغازش بوده. خب ظاهرا یه سگ میاد که این نیمه ساندویچ رو برداره، گردنش توی چیز گیر میکنه توی اون حلب، ناراحت میشه. شبم بوده، از شب تا صبح این سگ زبون بسته توی کوچه های اون روستا ناآرومی میکرده، پارس میکرده، چون کلش گیر کرده بوده. خب مردم روستا در واقع که توی حیاط هم تابستون میخوابیدن خیلی در واقع ناراحت میشن. فرداش جلسه میذارن، میگن که آقا میام تمام سگ‌های این روستا رو از بین ببریم. خب هر کی اسلحه‌ای چیزی برمی‌داره میرن و یه 20 تا سگ 30 تا سگ رو که موجود بوده توی روستا میکشن بدون اینکه توجه کنن که چی کار بکنن، مثلا اونها رو دفن کنن و اینها. توی خرابه اون اطراف توی همون آخر روستا اینها رو لاشه هاشون رو میندازن. بعد این
فساد ایجاد میکنه و باعث در واقع ایجاد عوامل بیماریزا از جمله سالک و غیره میشه که تمام مخصوصا بچه‌های اون روستا رو درگیر خودش میکنه. خب قضیه از کجا شروع شد؟ از انداختن یک تکه ساندویچ توی در واقع یک جای نامناسب تا بیماری در واقع ایجاد شده توی اون روستا، بیماری فراگیری که توی روستا ایجاد شد. پس عزیزان، هر عملی که ما انجام میدیم، هر حرکتی که توی محیط زیست انجام میدیم، حواسمون باشه این در واقع این قانونه، چیکارش کنیم. این در واقع میاد و اثر خودش رو حالا یا نزدیک یا دورتر یا برای اقوام خویشان خودمون یا برای یک شهر دیگه یا روستای دیگه اثر خودش رو میذاره. خب توی قرآن هم هست ظهر الفساد فی البر والبحر، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظاهر شد فساد در دریا و خشکی به دست انسان ها. پس بنابراین توجه کنیم که کارهایی رو که انجام میدیم خیلی مراقب باشیم و سهراب سپیدی گفت که یاد من باشد که حول امرا هم با چوبک یا همون چوبک بشویم و اینها رو به هر حال در نظر داشته باشیم. انشاءالله موفق و مؤید باشید. این اثر پروانه‌ای بود که یه استعاره است از نظریه آشوب. خدا حافظ شما.